با سلام و درود خدمت عزیزان مرجان در نجوای تارot. امیدوارم که خوب باشید، شاد باشید، سلامت باشید و در فرکانس بالا. در جواب کامنت دوستانی که به من لطف داشتن و گفته بودن که ویدیوهای بیشتری بذار، زود به زود انرژی خوانی انجام بده، من باید یک معذرت خواهی به شما داشته باشم بابت این تأخیر. و بله، شما حق دارید که من چند وقتی اصلا فرصت اینو نکردم که بتونم برای شما ویدیو تهیه بکنم. سعی میکنم یه مقدار کارامو بیشتر تنظیم میکنم. ببخشید بچه ها، یکم شیفت کاری من تغییر کرده و یه خورده من تایمام به هم ریخته و حالا تا روتین این مسئله به دست من بیاد یه مقدار شاید طول بکشه، ولی من سعی میکنم که دیگه به صورت مرتب برای شما انرژی خوانی رو انجام بدم. میام امروز با کارت های افتر تاروت پر انرژی اورجینالمون و سوالی که برای نیت قلبی و دلی شما هست. همین الان یک آرزو کن، چشمات رو ببند، دستاتو بذار روی سینت، یک نفس عمیق بکش و یک آرزو بکن. هر چیزی که دوست داری، احساسی، کاریه. حتی برای بعضی عزیزان کشورمون ایران میخوان که نشیخوانی انجام بدن. هر آرزویی که داری همین الان بیار توی ذهنت. میخوام از افتر تاروت که پیشبینی های آیندهش بسیار دقیق هستش برای شما در رابطه به آرزوی قلبی و دلی شما سوال میپرسم. ناامید شدید از نرسیدن، از محقق نشدن آرزوتون، خواستتون ناامید شدید، اما ناامیدی شما اصلا جایز نیست در حال حاضر، چون که چرخه زندگیتون، چرخه کائناتی شما داره از هر حالت منفی و ناامیدی که داشتید میچرخه به سمت مثبت. زندگی شما داره رو به راه میشه. اون آرزویی که ازش ناامید شدید داره به سمت مثبت شدن، به سمت به دست آوردن برای شما محقق میشه تا 10 وعده زمانی دیگه. تا 10 وعده زمانی که میتونه مکسیموم تا 10 ماه آینده باشه، حرکت، جابجایی، نقل مکان یا خرید و فروشی برای شما انجام میشه که سود بسیار خوبی برای شما داره. چیزی که براش تلاش کردی، خواستی که معجزه بار برات حل بشه، انجام خواهد شد. 10 وعده تا میتونم بگم 10 ماه تا 1 سال آینده این چیزی که میخوای برای تو انجام میشه. عزیزان، وعده زیاد نزدیک نیست من بتونم به شما بگم تا 10 روز دیگه یا 1 ماه دیگه، نه، یه مقدار وعده طولانیه، چون ناامیدی، چون باید این چرخه کائناتی و انرژی شما تغییر بکنه تا اون چیزی که میخوای برات محقق بشه و چیزی که میخوای ارزشمنده، حاجت دلته، برات به دستت برسه و محقق بشه.